دویم کیز دروغگو نباشد که دروغگو بسیار احوالش بد است. آدم روزدار غیبت نکند، دویم دروغ نگوید. و نمیمه سیم که سخنچینی نکند، سخن یک کس از پیش یک کس گرفته به دیگر جا ببرد، بین دو نفر جنگ باندازد که جنگ در میان دو کس میگه چون آتش است، سخنچینی بدبخت هیزمکش است. او سخنچینی بدبخت به منزله هیزمکش است. یا سخن یک مسلمان گرفته به یک جای دیگر برده میرسونه و بدبختی نامسلمان، اون چی است؟ از سعادت خدا محروم شدگی است. و سخنچین آدم روزدار سخنچینی نکند که از ثواب روزش محروم است. دیگرش یمینی غموس را باید که حفظ کند، اینه که گوشش فقط تلاوت قرآن بشنود، ذکر خدا بشنود، امر به معروف و نهی از منکر بشنود. اما اون گوشه که فقط غیبت و بهتان بشنود، اون غیبت که گوشه که سخنچین باشد یا سخن یک کس گوش کند به دیگر جا برده خبر بکشد، فردا روز قیامت اون گوشها را سر به آب کرده به گوشها میریزند. آگاه باشند از این فعل بد. مسلمان ها باید که احتیاط بکنند.